اما حالا تفاوت زیاد داره. او هم رفته کشتی اسماعیلی رو کاملا بررسی کردن، میدونن که با چگونه کشتی بگیره. کشتی رو آماده و سرحالی است این سانچز کوبایی و سعید اسماعیلی ما قهرمان جوانان جهان در مقابل این کشتی قرار گرفته. پسری که میخواهد افسانه شود. ببینیم که چه خواهد کرد در مقابل این کشتیگیر. دست دو کشتی رو مهار میکنه، دو دست در یار میگیره سعید اسماعیلی، همچنان به دنبال دو دست یک دست هست. دو کشتیگیر ها میزنه که کتفان حریف خودش، همچون شیر یک دست خوس میکنه و تا دل سعید اسماعیلی به هم میزد و میرفت که خاک کنه که سعید اسماعیلی اجازه کار نمیده به حریف خودش. همچنان در سرشاخ باز هم خوس میکنه سعید اسماعیلی. او هم حمله میکنه، یک کمرگیری از اسماعیلی است، همونجا سرگردن مهار میکنه در مایه فیتو و سعی میکنه پیش بندازه و خاک کنه. اسماعیلی ما رو پیش میندازه خاک میکنه و موفق میشه. کشتیگیر ما در یک پیشانداز سرگردن مهار میکنه و خاک میکنه و دو امتیاز میگیره از حریف خودش. چه تکنیکی، چه شجاعتی، چه قدرتی. خدا نگهدارت نازنین پهلوان، خدا نگهدارت. 2-0 یه پیشانداز سرگردن مهار میکنه و پیش میندازه و موفق میشه حریف خودش رو 2 امتیاز بگیره تا نشون بده که همه جای کشتی بلد کشتی بگیره. این بختیاری شجاع که در دسفول زندگی میکنه همچنان در تلاش است، میاد تا اینکه در جوانترین کشتیگیر ما انشالله این کشتی رو ببره. قول میدیم که گالستیان هم بتونه شکست بده، قول اون پیروزی رو میدیم. معلوم عبورت بره اینجا یک امتیاز دیگه به کشتی ما میدن. پرتلاش است، جسور و بی‌باک کشتی میگیره. بیشه کشتی ایران هیچگاه خالی از شیر نیست. حالا با در خاک بشینه، در خاک میشینه سانچز کوبایی، اسیر شجاعت، جسارت، جنگندگی قبل از او حرکت کرد. کشتیگیر موذی و کشتی که یک بار هم کشتی ما رو برد اما کشتی ما رها کرده بود. اینجا میره برای کنده فرنگی، به دنبال کنده فرنگی هست، تقدیر کنده فرنگی رو بالا بیاره. یک کنده فرنگی 5 امتیازی بزن دلاور و داور وسط کشتی رو سرپا میده به خاطر مکس و تعلل بیش از حد. شگردش بارانداز و سارتو بارانداز هست. چرا رفت سراغ کنده فرنگی نمیدونیم. حالا میره برای اجرا فنون بالا، به دنبال کار کردن دستا، سعی میکنه شرایط برای فنون خودش سعید اسماعیلی مهیا کنه. اجرا کارو نمیده به حریف خودش. سانچز هم یک کشتیگیر قهرمان المپیک، قهرمان جهان. کشتیگیر ما تا در مسابقات حالا یه دستور اجرا میکنه، با دستور سعی میکنه خاک کنه حریف خودش، به دنبال دستور میرفته که خاک کنه اما امتیاز نمیده این کشتیگیر پرتوان کوبایی. یه لحظه دستور کشید و حالا آقای تقاضا چالش میکنن، مثل این که تقاضا چالش میکنه هر جور تابلو ثبت نشده از پا استفاده که یه لحظه پا استفاده کرده باشه 2 امتیاز به ما خواهند داد. بله تقاضا چالش میکنن مربیان ما. حالا فیلم بازبینی میشه، تقاضا چالش میکنن که چالش مورد موافقت قراره 2 امتیاز به ما بدن، وگرنه 1 امتیاز به سانچز خواهند داد و آهنگ کشی. حالا آقای حسن رنگرست نکات لازم به اون میگه، سرمربی پرتوان و پرتلاش و دوست داشتنی. به کارت فنی خسته نباشید میگیم. آقای مجید رمضانی به اون میگه که چگونه کار کنه، چگونه فون رو به اجرا بذاره. همچنان برکت و اثر ما هم ببینیم. اینجا دستور کشید، با هم نگاه میکنیم. اینجا دستور کشید، یه لحظه ببینیم دستش 2 بنده رو گرفت، یه لحظه 2 بنده رو گرفت، 2 بنده رو گرفت کاملا از اینجا، از این زاویه ببینید هم پا رو گرفت هم 2 بنده رو. میدونم که در زاویه امیدوارم که در زاویه دوربین اتحادیه جهانی کشتی باشه. امیدوارم که در واقعا گرفت، هم 2 بنده رو گرفت هم از پا استفاده کرد، هم 2 بنده رو گرفت هم از پا استفاده کرد. امیدوارم که 2 امتیاز رو بدن. یک بار دیگه با هم میبینید در مورد دستو اینجا ببینید دستو گذاشت بین پا و ما با دستش ممانعت کرد، جلوی پا گرفت و نذاشت چرخش کامل انجام بشه. یه لحظه 2 بند رو هم شارژ کرد. حالا ببینیم که نظر آقای دوربین اونها چه هست و چگونه بررسی میکنن. چه دو امتیاز میگیره از حریف خودش. خدا نگهداره. یک اخطار به اون میدن ادامه کار، چون در سرپاست دیگه نباید در خاک بشونن، چون در سرپا کار دنبال شد. اگه خطا در خاک بود باید در خاک میشن. 5-0 میشه. چه چالنجی کردن مربیان ما، چه چالنجی انتخاب کرد آقای حسن رنگرز و آقای مجید رمضانی. اینجا از هوش مربی، ذکاوت مربی. 2 امتیاز که گرفتیم. حالا 5-0
5-0. حالا یک بار دیگه در تلاش هستن که سعید اسماعیلی ما بتونه شرط برای فنون خودش مهیا کنه. ما دو دست یک دست رو در اختیار گرفته. فنابند کشتی این پسر جوان دسفولی ما، این بختیاری شجاع ما به خوبی بلد هست. همین در مقابل این کشتیگیر این سانچز کم کسی نیست باور کنه. یک بار دیگه دستور میکشه از حریف خودش، یک بار دیگه دستور میکشه، کار به اون نمیده، به دنبال کار کردن دستا سعی میکنه شرایط برای فنون خودش مهیا کنه. 20 ثانیه از وقت نخست باقی مونده، 20 ثانیه از وقت نخست باقی مونده. تا این لحظه مردانه و جانانه مبارزه کرده، باز هم در تلاش هست که بتونه دستور خودش رو بکشه. از کارو نمیده سعید اسماعیلی، از کارو نمیده به حریف خودش. 3 ثانیه، 2 ثانیه پایانی وقت نخست، وقت اول به اتمام میرسه. برای 30 ثانیه استراحت میدن از مربیان خودشون. حالا میاد وقت دوم در مقابل این گرگ باران دیده باید مبارزه کنه. این سانچز هم کشتی نیست که 5 امتیاز عقب بیفته، میدون رو رها کنه و میدون به حریف اجازه بده. ولی سعید ما هم دلاوره، پهلوونه، بزرگه. تا این لحظه همچنان در سرشاخ یک اشتباه هم نکرده. تا این لحظه سعید اسماعیلی ما همچنان باز هم در سرشاخ سعی میکنه شرایط برای فنون خودش مهیا کنه. زیر نظر آقای ارغش کار میکنه در دستفول. بو هم خسته نباشید میگیم. باز هم در تلاش هست که پای کشکی من تلاش خارج کنه. یک دست سعید اسماعیلی کار نمیده و حریف در بیرون چاق. 2 امتیاز، 1 امتیاز. 6-0. چه دلاوری این سعید اسماعیلی ما. مثل که از این با چپای مقدار احساس ناراحتی میکنه سعید اسماعیلی. ببینیم که یا تقاضای چالش کردن. بله، تقاضای چالش کردن کوبایی‌ها، تقاضای چالش کردن. خودش میگه که نه، مربیش تقاضای چالش میکنه. حالا ببینیم که چالش نگاه میکنن یا نه، چون کشتیگیر اگه بگه نه خنثی میشه اون چالش. اگر کشتیگیر بگه نه، اینجا حق انتخاب با کشتیگیره، حق انتخاب با کشتیگیری با که 6 امتیاز پیش هست. بله، تقاضای چالش رو رد میکنن، و حالا پلند میشه از جای خودش. هنوز سر حال قبراق و 2 دقیقه و 20 ثانیه به سختی سپری میشه. پای رو تو خارج میکنه. 2 امتیاز بدن تمام هست. 2 امتیاز. شیر مادر نان پدر حلالت دلاور بزرگی میکنه. 1 امتیاز دادن تمام میشد دیگه. ما هم فکرمون راحت شد. 2 امتیاز، 1 امتیاز دادن. حالا یک بار دیگه سعی میکنه پای رو خودت این بار تو خارج میکنه. 2 امتیاز دیگه. 9-3 پیروز میشه. خسته نباشی دلاور، خدا قوت پهلوان. پیروزی غرورانگیز سعید اسماعیلی رو به هموطنان عزیزمون، به خوزستانی ها، به دسفولی ها، به بختیاری ها، به همه ازشون قلبشون برای ایران عزیز میتپه. تبریک میگیم. یه پیروزی جانانه، مردانه. پرچم بالا، ایرانی بالا، ایران عزیز بالای بالا. واقعا جانانه مبارزه کرد. خسته نباشید دلاور.